سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم و امروز در مورد کمزوری جنسی نزد آقایان مبتلا به شکر گپ میزنیم، یعنی آنهایی که به نوع از بیماری شکر مبتلا هستند و در پهلویش از کمزوری جنسی و اختلالات در نوز رنج میبره. روی این موضوع گپ میزنیم. خب، دیابتیز ملیتس یا بیماری شکر که در آن هایپرگلایسیمیا به وجود میاد. هایپرگلایسیمیا یا بلند بودن سطح قند خون، خصوصا در انواع و اقسام قند. نوع مهمش گلوکوز. زمانی که مقدار گلوکوز در جریان خون بیشتر شود و به صورت دائم بیشتر بمانه، این وضعیت به نام هایپرگلایسیمیا یاد میکنه که هایپرگلایسیمیا به نام دوامش به نام بیماری شکر در جوامع ما مسمى است. خب، میایم روی اصل موضوع. اگر نان بخوریم و بیا به جهاز هاضمه، بعد از هضم غذا مسلما جذب میشه. در مواد غذایی ما کربوهیدرات یا قندها موجود است که گلوکوز، فرکتوز، ساربیتول و امثال از اینا. همچنان پروتئین در مواد غذایی که همه روز استفاده میکنیم موجود است. پروتئینز، شحمیات موجود است، چربی و روغن باب در غذاهایی که استفاده میکنیم، لیپیدز. هم از اینا از طریق مواد غذایی داخل وجود میاد، در معده دایجستشن یا هضمش صورت میگیره و بالاخره بعد از تکمیل پروسه هضم از روده های کلان جذب جریان خون میشه. این جریان خونه که از روده یا از جهاز هاضمه مواد غذایی را یا مواد مورد نیاز جذب میکنه به نام پورتال سرکولیشن یا جریان پورتال یاد میشه. خب، زمانی که در مواد جذب شده گلوکوز بعد از هضم از مواد مختلف غذایی بیرون شد، آماده جذب شد، داخل جریان خون میگرده. کدام جریان خون؟ جریان خون پورتال. و از جریان خون پورتال مستقیما می به کبد یا لیور یا جگر و از اینجا هم توسط انفیریر ونکی و به قلب خود میرسانه. هارت. قلب هم پمپ میکنه گلوکوز به تمام وجود، به rest of the body. خب، زمانی که مقدار گلوکوز در خون بلند رفت، یعنی بیشتر جذب شد و آمد داخل جریان خون، پس گلوکوز در تمام وجود قابل گشت و گذار داره. اگر مقدار گلوکوز بیشتر از حد نرمال بود، در اون صورت ضرر به وجود میاره. بدن به خاطر که همین وضعیت مهار کنه از غده پنکریاز، این غده پنکریاز ماست، از غده پنکریاز توسط حجره به نام بیتا سل یا حجره بیتا هورمون را ترشح میکنه به نام بیتا سلز اف پنکریاس. هورمونی را که ترشح میکنه به نام انسولین یاد میشه. انسولین اتومات داخل جریان خون میشه. چگونه؟ از همین راهی که قبلا گفتیم. بالاخره انسولین حجرات میایه و خود میرسانه به داخل جریان خون و از داخل جریان خون میره. تمام آخذه هایی که به خاطر جذب گلوکوز در بدن موجود است اونا را فعال می سازه و گلوکوز در نواحی مختلف بدن جابجا میکنه. یکی از ارگانهای بدن که بیشترین گلوکوز در آن جابجا میگرده کبد است یا لیور و گلوکوز هم به شکل گلایکوژن ذخیره میشه. گلایکوژن پولی ساکاراید یا قند چندین قیمته است. چندین گلوکوز قسمی مولکول های گلوکوز با هم جمع میشه و گلایکوژن به وجود میاره. اما قسم انسولین آخذه ها را در حجرات مایچه های ما یا مسکولر سلز یا مسکولر تیشوز یا در حجرات عضلات ما فعال میسازه، گلوکوز میاره، در اینجا هم به شکل گلایکوژن ذخیره میکنه. در پهلوی اینها انسولین سبب میگرده که از جریان خون گلوکوز انتقال بکنه به کجا؟ به ادیپوس تیشوز یا حجرات شحمی و انساج شحمی ما، ادیپوز تیشوز.
اینجا همش به کمک انسولین گلوکوز ذخیره میشه و زمانی که ضرورت شد و بدن بخواه استفاده بکنه از این اندوخته ها و ذخیره های خود، حجره دیگی از غده پنکریاس به نام الفا سلز یا حجرات الفا هورمون دیگی را به نام گلوکوگان ترشح میکنه و گلوکوگان هم گلیکوژن میگیره به گلوکوز تبدیل میکنه. گلوکوز هم در داخل حجره به ساربیتول و فرکتوز تبدیل شده و بالاخره انرژی را تولید میکنه که توسطش ما زندگی خود دوام میدیم. خب چی زمان شکر به وجود میاد؟ زمانی که انسولین این هورمون ما توسط غده پنکریاس ساخته نشد. خب زمانی که هورمون انسولین توسط غده پنکریاس ساخته نشد، گلوکوزی که جذب خون میشه مقدارش بلند میره و بالاخره هایپرگلیسیمیا یا سطح بلند بودن گلوکوز یا قند در جریان خون به وجود میاره، هایپرگلیسیمیا. اوکی، اگر مقدار گلوکوز خون بر مدت طولانی در جریان خون بلند بود و هیچ تدبیری هم برش موجود نبود است، یعنی سیستم دفاعی ما توسط غده پنکریاس خصوصا توسط حجرات بیتا انسولین ترشح نکرد بنابر عارضه‌ای که موجود بود، یا توسط سیستم دفاعی حجره مورد حمله قرار گرفت انسولین ترشح نکرد، و یا بنابر تنبلی انسولین فعالیت مرتبط به انسولین در وجود دیده نشد، قند خون بلند میره. خب زمانی که قند خون بلند رفت، تغییرات را در تمام وجود ما به وجود میاره. گرده را متضرر میسازه، مغز متضرر میسازه، رگهای عصبی را متضرر میسازه، عضلات میتضرر میسازه، متابولیسم بدن متضرر میسازه، متابولیسم شحمیات و پروتئین ها از بین میره و در پهلوی این همه در آقایان کمزوری جنسی را به وجود میاره، اختلال در نعوذ به وجود میاره و همچنان میتونه سبب کاهش انگیزه های جنسی و سکسی نزد مردا بگردد. خب می مشخصا روی همین مکانیزم گپ میزنیم که چگونه شکر میتونه سبب به وجود آمدن کمزوری جنسی نزد آقایا بگرده. خب این مثانه است یا یورینری بلادر، جایی که بعد از ساخت و ساز ادرار ذخیره میشه. یورینری بلادر یا ذخیره‌گاه مواد ادراری یا ذخیره ادرار در یورینری بلادر یا مثانه ما صورت میگیره. مثانه توسط سیستم عصبی ما کنترل میگرده که تقلصات مخصوص خود به وجود بیاره. همچنان این غده پروستات است که توسط سیستم عصبی ما خصوصا سیستم عصبی خودکار ما کنترل میگرده. این آلت تناسلی مردان است که عضلات خود داره به نام اسپنجو کاورنوسز و بلبو کاورنوسز. این عضلات توسط سیستم دفاعی ما کنترل میگرده. ببخشید توسط سیستم عصبی ما خصوصا سیستم عصبی خودکار، سمپاتیک سیستم و پاراسمپاتیک نروس سیستم. زمانی که قند خون بلند رفت، از چندین آدرس حمله صورت میگیره بالای عضلات بدن خصوصا سیستم بولی. اول این رگ‌های عصبی را اگر ببینیم از حجرات به نام نیورون ساخته شده، یعنی واحد ساختمانی تمام حجرات عصبی نیورون یا حجرات به نام نیورون هستند. اوکی، این رگ‌های عصبی ما میلیون ها و میلیارد ها نیورون داره، یعنی نیورون ها با هم یک جا شده و رگ‌های عصبی یا نروس فایبر با هم جور کرده. رگ‌های عصبی است که انگیزه ها را میاره به آلت تناسلی که چی وقت نعوذ بکنه، تا چی اندازه نعوذ دوام کنه و بالاخره تمام مسائل مرتبط به سکسولوژی توسط سیستم عصبی ما مهار میشه. نیورون این نوع یک ساختمان داره. فرضاً اگر ببینیم سل بادی و یا اگزون، ساختمان حجرات عصبی، اینجا حجراتی که در اگزون جابجا شده به نام شوان سل یاد میشه یا حجرات شوان. اوکی، اینا از یک حجره عصبی است به نام نیورون یاد میشه، این بخشش سل بادی است و این بخشش به نام اگزون یاد میشه و از اگزون هم شاخکایی که برآمده به نام دندرایت یاد میشه. خب روی بخش نیورولوژی نمیپیشیم، میایم که چگونه قند خون میتونه سبب کمزوری جنسی و اختلال در نعوذ بگرده.
خوب حجراتی که مایلن شیت ساخته، مایلن شیت اینی حجرات است که به نام شوان سل یاد میشه، شوان سلز یا حجرات به نام شوان. میلیون ها حجرات شوان با هم یک جا شده یک پوش به هر نیورون یا هر حجره عصبی ساخته که به نام مایلن شیت یاد میشه. و وظیفه از این مایلن شیت چی است؟ در حقیقت انگیزه ها، سرعت انتقال انگیزه ها را سیستم عصبی به محیط بیشتر میسازه. اگر در مورد آلت تناسلی مردان گپ بزنیم، زمانی که توسط سیستم عصبی کنترل میشه، مایلن شیت موجود در حجرات عصبی یا نیورون ها سبب انتقال انگیزه به صورت خیلی تیز و به موقع میگرده. زمانی که قند خون بلند برد در حجرات بدن، حجرات ما امی گلوکوز میگیره و تبدیل میکنه به ساربیتول. درست؟ از ساربیتول هم تبدیلش میکنه در داخل حجره به قند دیگه به نام فرکتوز و بالاخره اینا را تبدیل میکنه به پایرویت کاینیز و بالاخره بعد از پایرویت کاینیز تا که ATP یا آدینوسین ترایفاسفید انرژی تولید شوه و گلوکوز ما احتراق کنه و از بین بره و انرژی برخواسته از او را به دست بیاریم. خوب، در موجودیت شکر چی صورت میگیره؟ ساربیتول تبدیل نمیشه به کجا؟ به چی؟ به فرکتوز. در کجا؟ در حجرات به نام مایلن، به شوان سل. خب زمانی که گلوکوز داخل شوان سل میه، امو شوان سل که پوش هر حجره عصبی را ساخته، در اونجا گلوکوز به ساربیتول تبدیل شد و ساربیتول هم دیگه به فرکتوز تبدیل نشد. ساربیتول بیشتر در داخل از این حجرات میمانه. ساربیتول هم مقدار آب کش میکنه از بیرون، از قسمت های بیرون حجره. نسبت به گلوکوز چندین مولکول بیشتر آب به داخل حجره میبره. زمانی که مقدار بیشتر آب به داخل حجره برد، اسمولریتی از بین میره، تعادلی که در بیرون و داخل حجره سو از بین میره و بالاخره حجره سبب مرگ حجرات میگرده. کدام حجرات؟ حجرات شوان. زمانی که حجرات شوان مرد یا توسط ساربیتول که از گلوکوز تشکیل شد و گلوکوز هم ساربیتول هم به فرکتوز تبدیل نشد، حجرات شوان از بین برد، تکلیف به نام دی مایلینیشن به وجود میاد. دی مایلینیشن. خب دی مایلینیشن یعنی چی؟ امو حجراتی که مایلین شیت یا یک پوش مخصوص به حجرات عصبی ساخته بود که انگیزه ها را زودتر انتقال کنه، دیگه از بین رفت و انگیزه را زودتر انتقال نمیکنه. امیس که ارتباط بین ای عضلات آلت تناسلی و سیستم عصبی، خصوصا سیستم عصبی خودکار ما، سیستم عصبی خودکار در هم و بر هم میخوره. سیستم عصبی خودکار ما شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است و در زمان همبستری انگیزی که تولید میشه، حواس که توسط مغز تولید میشه، توسط رگ‌های عصبی، سیستم‌های مخصوص عصبی خودکار به عضله پینس یا عضله آلت تناسلی انتقال نمیکنه. ای از عدم آگاهی آلت تناسلی از مغز و نوز یا حرکت در آلت تناسلی به وجود نمیه. اگر به وجود هم بیایه برای مدت خیلی کوتاه دوام میکنه، یعنی اریکشن یا استادگی آلت تناسلی برای مدت خیلی کوتاه می باشه چون حجرات شوان صدمه دیده. نقطه مهم دیگه که این وضعیت دیگه طاقت فرساتر می سازه، زمانی که قند خون بیشتر شد، یعنی گلوکوز بیشتر بود و هیچ تدبیر هم برش موجود نبود، به نام گلایکیدد سابستانسز در داخل جریان خون ذخیره، در داخل جریان خون رسوب میکنه روی دیوالهای رگ‌های خون. این یک رگ خون است و مواد زهری و مضری که توسط با گلوکوز یک جا بود رسوب کرد روی دیوال رگ‌های خون و چیزی را به نام اتروما می سازه. اتروما. در این اتروما هم گلوکوز شامل است، هم موادی که با گلوکوز یک جا شده رسوب کرده، جمع شحمیات
شحمیات مضر VLDL و LDL و ترایگلیسیراید هم از اینا جمع شده و جریان خون به حجرات مختلف و قسمت‌های مختلف بدن کمتر می‌سازه. همین موضوع را اگر در حالت تناسلی ببینیم، زمانی که اتروما در رگ‌های کوچکی که خون میاره و تغذیه میکنه حالت تناسلی را بند شد، توسط آتروما اسکیمیا به وجود میاد. اسکیمیا یا کمبود مقدار خون و اکسیژن، و این هم دقیق زمان است که آلت تناسلی تمام صلاحیت نعوذ از دست میده و در پهلویش کامپلیکیشن یا عوارض بد شکر نه تنها در آلت تناسلی بلکه در تمام قسمت ها و سیستم های بدن به وجود میاد. زمانی که نه رگ عصبی بتونه آلت تناسلی را بنابر بلند بودن قند خون یا صدماتی که توسط گلوکوز رسیده کنترل بکنه، و از طرف دیگه تغذیه توسط جریان خون به به موقع نرسه، آهسته آهسته آلت تناسلی در اختلالات نعوذ به وجود میاره، در استاد شدن و شق شدن تکلیف مواجه میشه و دوام از این وضعیت میتونه سبب افسردگی و تکالیف انواع و اقسام تکالیف روحی و روانی بگردد. خب میایم بهتر روی منیجمنت از این وضعیت گپ میزنیم. یکی از منیجمنت که بیشتر این روزها توسط سکسولوژیست ها پیشنهاد میشه کیگل اکسرسایز یا ورزش کیگل است. در کیگل اکسرسایز چی صورت میگیره؟ اول وارمینگ. چگونه وارمینگ؟ توسط یک تکی ململ یا یک تکی که نرم باشه، تکه را در آب گرم تر کنین و بعد از او آلت تناسلی را بر مدت 1 یا 2 دقیقه توسط همین تکی گرم میپیشانیم تا گرم شود. استپ دومی که قرار است انجام بده میلکینگ. میلکینگ همون قسمی که گاو دوشیده میشه، به مو قسم آلت تناسلی دوشیده میشه که حرکات مخصوصش بتوانه جریان خون بیشتر بسازه به آلت تناسلی، و این وضعیت بیشتر توسط پینس پمپ اجرا میشه. میتونیم توسط دست خود هم انجام بدیم، ولی پینس پمپ حالت ماشین فیزیکی است که خوبتری وضعیت هم میتونه انجام بده. در پهلوش میتونیم از بعض ادویجات استفاده کنیم چون میکوبلامین که سبب تقویت شوان سل میگرده و شوان سل هم دوباره کندکشن یا انتقال انگیزه ها سیستم عصبی به آلت تناسلی را بیشتر میسازه. میتونیم از ترایبولس استفاده کنیم. ترایبولس یک نبات طبیعی است، یک نبات است که مشتقاتش میتونه با جینکو بایلوبا یک جا شده، با ویتامین B6 یک جا شده، سبب از بین بردن کمزوری جنسی نزد آقایان میگرده. در پهلو اینها به خاطر سریع ساختن جریان خون میتونیم از الفا بلاکرز استفاده بکنیم. او یکی این روزها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، به نام سلدنافیل یاد میشه. سلدنافیل به شکل کپسول و تابلت پیدا میشه، سلدنافیل، و میتونه برای کوتاه مدت این نقصه را معالجه بکنه. ولی برای معالجه از این وضعیت بهتر است که شکر خود کنترل بکنیم و شکرم توسط تدابیر مخصوص صحی که موجود است، هم توسط دوا، هم توسط ورزش و هم توسط پرهیز باید کنترل شود. ممنون.